صفحه گوشی رو بدون کابل انداختم رو لپتاپ و با موس میتونم کنترلش کنم. سرعتش همینقدر بالاه و با یک بار کلیک وارد میشه. اگر گوشی رو بچرخونم اونم تمام صفحه میچرخه و با راست کلیک موسم میاد عقب. برای این کار نیاز نیستش نرم افزاری روی موبایلتون نصب کنید. فقط کافیه یه نرم افزار 10 مگی رو روی سیستمتون بریزید که برای نصبش وارد گوگل بشید و سرچ کنید SCRCPY مخفف اسکرین کپی. وارد سایت اول که گیت هاب هستش بشید، صفحه رو بیارید پایین و از اینجا میتونید نسخه مک او اس و ویندوزش رو دانلود کنید. بعد از اینکه دانلودش کردید باید استخراجش کنید. روش راست کلیک کنید، اکسترکت هیر رو بزنید و وارد پوشش بشید. حالا باید تو گوشیتون یو اس بی دیباگینگ رو فعال کنید که مراحل گام به گام فعال سازیشو توی کپشن و ویدیو یوتیوب گفتم. بعد از اینکه فعالش کردید گوشیتون رو با کابل وصل کنید به لپتاپ و تو لپتاپ تو همون پوشه اگر گزینه scrcpy.exe رو باز کنید صفحه گوشیتون رو براتون میاره و میتونید با موس کنترلش کنید. حالا چجوری بدون کابل صفحه گوشی رو بندازیم رو لپتاپ؟ یکم توضیحاتش بیشتر بود که توی ویدیو یوتیوب کامل همش رو توضیح دادم. میتونید به راحتی وارد یوتیوب بشید و سرچ کنید مایدیتک. وارد چنل بشید و ویدیوش رو ببینید. اگر این آموزش براتون کاربردی بود میتونید برای دیدن ویدیوهای بعدی صفحه من رو دنبال کنید.